گذشتگان ما 50 شب و 50 روز را تا نوروز حساب کرده سده را جشن می گرفتند. سده اساساً جشن آمادگی به کارهای صحرایی بوده. جوهر اصلی آن از جنبه های انسان پرورانه، دوست داشتن طبیعت و رسیدن به قدر آب و زمین دیار عبارت می باشد. در طول تاریخ تا امروز جشن سده پیوسته با دست جمعی به همایی مردم و شادی و نشاط کشاورزان تجلیل کرده می شد. سده واقعا یک از جشن‌های بی‌نظیر ماست و مثل نوروز مهرگان. آفتاب از خانه زمستان میبرد، هوا تغییر می‌یابد، برای همین موسمی آمادگی سر می‌شود. در این دوره بسیار تدبیرهای اگروتکنیکی، گیدروملریتیوی، فیتوسانیتاری اندیشیده می‌شود. این عید اجدادی در زمان صاحب استقلالی مملکت با دستگیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نو احیا گردیده همساله با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. در همین دوره درخت‌ها شکل درآورده می‌شود. شکل درآوری درخت‌ها اون شاخه‌ای که آسیب دیدن، شکستن، اونها رو می‌گیرن و عموما درخت شکل می‌کنن و یکی از دشمنی حاصل این حشرات‌های میباشند که هم به زراعت، هم به درخت، هم به حاصل ضرر می‌رسونند. بر ضد آنها مبارزه می‌برند. امروز مرد خود امکان دارد که هر گونه زهر خیمیکات‌های هستند که محض اون حشرات‌هایی که در زیر پوست درختان آرام دوره آرامی را می‌گذرانند با مقابل آنها مبارزه می‌برند. و غیر از این در این دوره با تنظیم در آوردن رژه‌های خاک است. رژه آبی یا خواب میمانند، زعبر زخم‌ها تازه میکنند و بسیار زمین‌هایی که شور هستند دویم باره شور شدن اونها را از آبشوی میکنند، اشوی میکنند. در زمینه تنتنه ها بخشیده به این عید اجدادی از 19 ینور تا 15 فوریه سال روان در بازارهای تمام شهر و ناحیه‌های مملکت نمایش فروش نهال‌های درختان میوه دهنده، سایه افکن، تخمی زراعت و گل و بوته‌های آرایشی برگزار می‌گردد. ساکنان مملکت به خصوص کشاورزان امکان دارند که با استفاده از این امکانات مساعد نهال درختان استانداردی، گل و بوته‌های آرایشی و تخمی زراعت دارای سرتیفیکات صفت را دسترس نموده برای پیشبرد کارهای صحرایی استفاده نمایند. مورد ذکر است که جشن سده از 19 تا 24 ینور در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت، 25 در مرکز ولایت‌ها و روز 26 ینور در شهر دوشنبه در باغ فرهنگ و فراغت به نام ابوالقاسم فردوسی از ساعت 10 تا 12 برگزار می‌گردد. طوری که تاکید گردید در دایره تجلیل جشن سده نمایش فروش نهال‌های درختان میوه دهنده، سایه افکن، تخمی زراعت و گل و بوته‌های آرایشی برگزار گردیده هدف آن تأمین خواجگی‌های دهقانی و اهالی با نهال درختان منتخباب گل برای خرمگردانی، اینچنین دسترسی با تخمی‌های دارای صفت بلند میباشد که اساس فراوان حاصلی ارزیابی میگردد. عید سده این آمادگی به کشت کار بهاره است. یعنی در اینجا باید در این مهلت 50 روز پیش از آغاز نوروز یعنی باید تمام پروسس های تکنولوژی که در سایه کشاورزی است باید آماده گردند. منفیت مهم پیشنهاد نهال گلها و تخمی صفتناک برای رشد کشاورزی و فراوان حاصلی بوده امکانیت می‌دهد که زمین‌های باغ و تاکزار و نزدی‌حولگی ثمرناک استفاده کرده شوند. این یکی از راه‌های رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژی دولت تأمین امنیت آذوقه‌واری میباشد. باید گفت که عید سده جشن نیاگان نیکنام و آمادگی به موسم نو کشت و کار صحرایی می باشد. با نظر داشت این شهروندان مملکت را لازم است که از این معرکه مهم موسم نهالشنانی در کنار نمانده از نهال‌های آرایشی و میوه دهنده استفاده نموده میدان باغ و تاکزار نو را وسیع نمایند، اینچنین کارهای کبودیزارکنی و آبادانی را وسعت بخشند. اکنون جشن سده با تشبث پیشوای فرهنگدوست ملت محترم امامعلی رحمان عمر دوباره گرفت و از این پس در برابر نوروز و مهرگان به طور شایسته تجلیل کرده خواهد شد. مردم ما در تمدن انسانیت به حیث مردم با فرهنگ، مردم دارای تمدن خیلی قدیمه شناخته شده است
و جشن گرفتن یعنی این جشن سده و جشن نوروز و جشن مهرگان دلیل این است. جشن سده خصوصیتش همین که این جشن مردمی است. اون را ما حرکت باید کنیم که بیشتر واضحتر همه نازکی آن را ما به مردم فهمانیم، آن را جشن کنیم و به جهانیان معرفی کنیم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به نشانه‌های سنتی جشن سده و ارزش آن چون عید ملی اجدادی بهای بلند داده از جمله تاکید نموده است که سده به مانند نوروز و مهرگان تجسمگر سنت‌های نیک انسانی است که فیض و برکت خوان پرنعمت کشاورزان را انعکاس می‌نماید. بنابراین ضرور است که هر سال با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده شود. از این خاطر عنعنه و رسم و آیین خاص و فرهنگ غنی مردم تاجیک که از قدیم الایام با زمین سر و کار داشتند و صاحب مدنیت بلند زمینداری بودند تا امروز زنده باقی مانده است و همچون جزء ترکیبی تمدن عمومی بشری برای انسانیت خدمت می‌نماید.